یک بلاگر هستم. دههای ما دههای درای حیران نام دارد. فقط میخوام خوشبختی انسان را حس کنم و خوشبختی برای انسان ها بیارم. علیکم سلام. ولادارم هستیم، صاحبی دو تا فرزند هستیم، میکوئیل علیبک نام دارم. پدرم رحمتی استاد بود، گفته بود که برای یک مرد 40 هنر کمای. بسیار خوب است. چون آدم میترسد. ترا جمع کرده ایستم. از دبچه ندیده ایسته. همین خیلی از قسم ها جمع کردیم. حالا تراکتور شد نصیب باشه با نزدیکی سوار همین تراکتور میشیم. خیلی طبیعت دوست نداشتن اجازت نیست. خیلی طبیعت شفا بخشه که مرده را زنده میکردگی طبیعت هر یک آدم باید دوست دارد. نگاره‌های فیضعلی در یوتیوب از 5 تا 60 هزار بیننده دارند. در سنگوار ناحیه دوردست کوهستان نگاره برداری وسیله درآمدش شده است. سلام بچه ها. ماهی اخیر یوتیوب به او حدود $300 پاداش داد. امروز 18 می نوبتی ایلاق ماه دولت خوجقتی. او در نگاره‌های تشریحی خود درباره زندگی ساکنان دهات، عنعنه‌های مردم، حیوانات نقل می‌کند. و می‌خواهم که تمام مردم دنیا، تمام کسانی که تماشا می‌کنند از تماشای این لذت برند و فهمند چی طبیعت زیبایی که در همینجا هست ببینند. احوال ما در قشلاق همین خیلی برای هضم کردن قشلاق ما هم پوینده در حیران نام داره. فیضعلی سفرов ساکنی 35 ساله دهه حیرانی ناحیه سنگوار تا سال 2016 در روسیه تحصیل و کار میکرد. او میخواست متخصص کامپیوتر شود ولی سختی زندگی وادارش کرد ترک تحصیل نماید. سختی های مهاجرت او را به یاد وطن میانداخت. مخلصایی که در مهاجرت هستند برای وطن زیغ می شوند، می نویسند و ایما در تماس می شوند، در کامنتری ها می نویسند که وطنی ما فلان قشلاق است، همون قشلاق یک نوار. برای خاطر آنها این کار حتما میکنیم. مشکل میبینید خجلشتم. تهیه ویدیو برای او به کار تبدیل یافته است و ماهی تا 8-9 نوار در یوتیوب میگذارد و در این شبکه او را با نام علی VVZA میشناسند. ویدیو گذاشتن هم آسان نیست چون در کوهستان سرعت اینترنت سست است. یک هفته شد یگون ویدیو پرتافتن نتونستم یوتیوب دا. اینترنت سست است. فیضعلی کشاورز و چاروادار است، دوریدگری میکند، نقلیات تعمیر میکند و زنبور پرور است. باغی پدرش را نگهبانی میکند. پخت و پز در محفل‌های دوستان بردوشی اوست. او را به تعبیر دیگر میتوان همه کاره نامید. مثل که زمین‌های کارتوشکا و میدان باغش را وسیع میکند، تلاش دارد در شبکه یوتیوب مقیاس بینندگانش وسیع شود و طوری میگوید برای مردم خوشحالی و خوشبختی بیارد. و همچنین از این حساب زندگی شایسته برای همسر و 2 فرزندش فراهم سازد. یک دهنگ گپی دیگر میزنیم.